عرض ادب و احترام دارم خانم آقایان. درود به شما، وقتتون بخیر باشه. طبق معمول ازتون خواهش میکنم که اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً این کار رو انجام بدید و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. بریم سراغ داستان، مروری بکنیم با هم دیگه، ببینیم که چی شد. در قسمت پیش تا جایی خوندیم که گودرز برای کیخسرو شاه ایران نامه‌ای می‌نویسه و ماجرای اتفاقاتی که افتاده رو برای خسرو شرح میده. ادامه بدیم با هم دیگه، ببینیم که کیخسرو در جواب به گودرز چه پاسخی میده. دبیر خردمند را پیش خواند، سخنهای بایسته با او براند. چنان نامه را باز پاسخ نبشت، پدید آورید اندرو خوب و زشت. نخست آفرین کرد بر پهلوان، که جاوید بادی و روشن روان. خجسته سپهدار بسیار هوش، همت رای و دانش همت جنگ و جوش. خداوند گوپال و تیغ بنفش، فروزنده کاویانی درفش. سپاس از جهاندار یزدان ما، که پیروز بودند گردان ما. از اختر تو را روشنایی نمود، ز دشمن برآورد ناگاه دود. نخست آن که گفتی که مرگیو را، بزرگان فرزانه نیو را. به نزدیک پیران فرستاده ام، چه مایه ورا پندها داده ام. نپذرفت بدگوهرش پند من، نجست اندران کار پیوند من. سپهبد یکی داستان زد برین، که دستور پیشش برآورد کین. که هر مهتری کو روان کاست است، ز نیکی بپیچیدن آراست است. مرا زان سخن پیش بود آگهی، که پیران دل از کین ندارد تهی. ولیکن از آن خوب کردار اوی، نجستم همی ژرف پیکار اوی. کنون آشکارا نمود این سپهر، که پیران به توران گراید به مهر. نبیند جهان جز به افراسیاب، دلش را تو از مهر او برمتاب. گرو برخرد برگزیند هوا، به کوشش نروید ز خارا. تو با دشمن ار خوب گفتی رواست، که از آزادگان خوب گفتن سزاست. و دیگر ز پیکار جنگاوران، کجا یاد کردی به گرز گران. ز نیکختر و گردش هور و ماه، ز کوشش نمودن بران رزمگاه. مرا این درست است که از کار کرد، نمانی تو مانند روز نبرد. تو زور و دلیری ز یزدان شناس، چون این است زو دار یک سر سپاس. سه دیگر که گفتی که افراسیاب، سپه را همی بگذراند براب. ز پیران فرستاده شد نزد اوی، سپهبد به پیران نهاده است روی. همین است یک سر که گفتی سخن، کنون باز پاسخ فکندیم بن. بدان ای پراندیش هوشیار من، به هر کار شایسته سالار من. که او بر لب رود جیهون درنگ، نزان کرد کاید سوی ما به جنگ. که خاقان بر او لشکر آرد ز چین، فراز آمدش بر دروی کمین. و دیگر که از آن لشکران گران، پراکنده بر گرد توران سران. چو لهراس و چون اشکش تیز چنگ، چو رستم سپهبد دمنده نهنگ. بر او دشمن آمد ز هر سو پدید، از آن بر لب رود لشکر کشید. چهارم سخن کاگهی خواستی، به مهر گوان دل بیاراستی. بدان ای سپهدار و آگاه باش، به هر کار با بخت و همراه باش. که از آن سو که شد رستم شیر مرد، ز کشمیر و کاول برآورد گرد. و از آن سو که رفت اشکش تیز هوش، برآمد ز خوارزم یک سر خروش. به رزم اندرون شیده برگشت از اوی، سوی شهر گرگانج بنهاد روی. و از آن سو که لهراس شد با سپاه، همه مهتران برگشادند راه. الانان و قز گشت پرداخته، شد آن پادشاهی همه ساخته. گر افراسیاب اندر آید به راه، ز جیهون بدین سو گذارد سپاه. بگیرند گردن کشان پشت اوی، نماند مگر باد در مشت اوی. تو بشناس کو شهر آباد خیش، برو بوم و فرخنده بنیاد خیش. به گفتار پیران نماند به جای، به دشمن سپارد نهد پیش پای. نجنباند او داستان را دو لب، که ناید خبر زو به من روز و شب. بر آن روز هرگز مبادا درود، که او بگذراند سپه را ز رود. به ما بر کند پیش دستی به جنگ، نبیند کس این روز تاریک و تنگ. بفرمایم اکنون که بر پیل کوس، ببندد دمنده سپهدار توس. دهستان و گرگان آن شهر و بر، بگیرد برآرد به خورشید سر. من اندر پی توس با پیل و گاه، بیایم به یاری به پشت سپاه. تو از جنگ پیران مبر تاب روی، سپه را بیارای پس کینه جوی. چو هومان و نستیهن از پشت اوی، جدا شد غم انگار در مشت اوی. گر از نامداران ایران نبرد بخواهد، بفرمای و زو برمگرد. چو پیران نبرد تو جوید دلیر، مکن بددلی پیش او رو چو شیر.
به پیکار مندیش از افراسیاب، به جا یار دل روی از او بر متاب. چون آمد به جنگ اندرون جنگ جوی، نباید که برتابی از پیل روی. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، نگر دل نداری بدین کار تنگ. چون این است امید از کردگار، دهد شادمانی مرا روزگار. همیدون گمانم که من چون ز راه، به تنگ سپاه اندر آرم سپاه. بر ایشان شما رانده باشید کام، به خورشید تابان برآورده نام. ز طوس و ز کاووس نزد سپاه، درود فراوان فرستاد شاه. بر آن نامه بنهاد خسرو نگین، فرستاده را داد و کرد آفرین. چون از پیش خسرو برون شد هجیر، سپهبد همی رای زد با وزیر. ز بس مهربانی که بود بر سپاه، سراسر همه رزم بود رای شاه. همی گفت اگر لشکر افراسیاب، به جنباند از جای و بگذارد آب. سپاه مرا بگسلاند ز جای، مرا رفت باید همین است رای. همانگه شه نوذران را بخواند، بفرمود تا تیز لشکر براند. به سوی دهستان سپه برگشید، همه دشت خوارزم لشکر کشید. نگهبان اشکش بود روز جنگ، به جنگ اندر آید به سان پلنگ. خیلی خوب، یه مرور بکنیم با هم دیگه، ببینیم که جواب نامه گودرز چی بود. خب طبق معمول بعد از یاد و نام ایزد پروردگار شروع میکنه درود فرستادن خسرو به گودرز که بله شما بسیار سپهدار باهوشی هستید، بسیار همیت دارید، بسیار توانایی در جنگ، در خردمندی و خردورزی بسیار آدم قابلی هستید. و دقت بکنید تو این بیت چقدر زیبا از گودرز تعریف میکنه. خداوند گوپال و تیغ بنفش، فروزنده کاویانی درفش. شما کسی هستید که کاویانی درفش همراهتون هست، درفش کاویانی، پرچم کاویانی همراهتون هست و ما از خداوندمون بسیار سپاسگزاریم که این پیروزی رو به شما داد. اول از همه در مورد مطلبی که گیو رو فرستادید سراغ پیران. بله من میدونستم که پیران این گونه است، ولی از اونجایی که لطف و محبتی به ما داشته بود، ما میخواستیم که این اتفاق براش نیفته، جنگ با ما رو شروع نکنه. ولی خب به هر حال پیران هوا برش داشته، اشکالی هم نداره، خودش در آخر کسی هستش که ضرر میکنه. کنون آشکارا نمود این سپهر، که پیران به توران گراید به مهر. نبیند جهان جز به افراسیاب، دلش را تو از مهر او بر متاب. امروز الان دیگه برای ما آشکار شد که پیران تمام گرایشش، تمام مهرش به تورانیانه و به افراسیابه. کارش هم نمیشه کرد. البته این کردار آزادگانه، کردار ایرانیانه که حتی با دشمنشون هم خوب بگن، خوب صحبت بکنن. تو با دشمن ار خوب گفتی رواست. خیلی زیباست این بیت. حتی با دشمن ایرانیان هم ایرانی ها خوب میگفتن که از آزادگان خوب گفتن سزاست. البته به این معنی نیستش که دشمنو دست کم بگیریم دیگه. با دشمنمون هم خوب صحبت میکنیم، اما دشمن باید سرش به زیر آورده بشه. ادامه میده خسرو، میگه که در مورد اون جنگی که صحبت کردید و در مورد اون پیکاری که شد، بله خیلی ممنون، شما بسیار بسیار بی‌نظیر و دلیر هستید. تو زور و دلیری ز یزدان شناس، چون این از تو زودار یک سر سپاس. این زور و دلیری که یزدان به شما داده از خداوند بدونید و از یزدان سپاسگزار باشید. مطلب بعدی میره سراغ حرفی که در مورد افراسیاب زده بود. خسرو خیلی جالب بهش میگه که این افراسیاب فکر نکن که اومده لب رود جیهون و میخواد به شما حمله بکنه. این منتظر سپاهی است که از سمت خاقان چین براش اومده. از اون طرف خود افراسیاب متوجه این موضوع شده که عملاً اگر پاشو بذاره این طرف رود جیهون، پهلوانان ما دورشو گرفتن. عملاً خودشو تو محاصره قرار داده. عرض کردم در قسمت‌های پیشین خسرو 4 جبهه علیه افراسیاب باز میکنه به رهبری رستم، اشکش، لهراس و گودرز. خب گودرز الان جلوی پیران داره میجنگه، ولی 3 جبهه دیگه کجان؟ ما در ادامه میخونیم که چه اتفاقی افتاده. و خود افراسیاب هم میدونه که اگر پاشو از اون طرف رود بذاره اینور، عملا دیگه در محاصره ایرانیان قرار گرفته. خیلی جالب، خسرو کار کرده اینجا، نقشه کشیده و از اون طرف
افراسیابی که منتظر ارتش کمکی از خاقان بوده دیگه ارتش کمکی آنچنان نمیتونه بهش برسه، چون عملا دور تا دورشو ایرانی ها گرفتن. و مطلب چهارم در مورد پرسشی هستش که گودرز از خسرو کرد در مورد 3 جبهه دیگه و اینجا توضیح میده بهش که بله رستم پیروز شد، کشمیر و کاول و کامل گرفت، از اون طرف اشکش پسر خود افراسیاب رو شکست داد، شیده رو شکست داد، از اون طرف لهراسپ هم که تمام الانان و قز رو فتح کرد، در قسمت‌های پیشین هم توضیح داده بودم این مناطقو، و افراسیاب جز باد در مشتش دیگه هیچی نداره. گر افراسیاب اندر آید به راه، ز جیحون بدین سو گذارد سپاه، بگیرند گردن کشان پشت اوی، نماند مگر باد در مشت اوی. و افراسیاب خودش این موضوع دیگه متوجه است که اگر از رود عبور بکنه، گردن کشان منظور این 3 جبهه دیگه است که هر کدومشون هم پیروز شدن، رستم، لهراسپ و اشکش دورش میزنن و عملا دیگه محاصره شده، نمیتونه فرار بکنه. علاوه بر اون توضیح به گودرز میده، میگه تو بدون که افراسیاب متوجه این موضوع شده و هرگز به حرف پیران عمل نمیکنه، هرگز به حرف پیران عمل نمیکنه که بخواد لشکرشو ول بکنه، که بخواد جا و مقام و شهر و ایناشو ول بکنه بیاد به کمک پیران، هرگز این کارو انجام نمیده. علاوه بر اون نقشه های دیگه ای هم خسرو داره. توضیح میده که سپهدار توسو میخواد بفرسته به کمک اشکش، بفرسته به سمت سپاه اشکش که سمت سپاه اشکش قوی تر بشه. و بعد توصیه نهایی هم بهش میکنه، بهش میگه که اگر پیران اومد به جنگ هیچ نگران نباش، سپاه تو آرایش بده و برو جلوش، هیچ نگران پیران نباش. هنگامی که هومان و نستیهن گم شدن، یعنی از بین رفتن، منظور اینه که کشته شدن دیگه، هومان و نستیهن به دست بیژن کشته شدن، تمومه، کار سپاه پیران دیگه تمومه. اگر که نبردی خواست نبردو انجام بده، چه تن بچن چه انبوه، این کارو انجام بده. به پیکار مندیش از افراسیاب، به جای آر دل روی از او بر متاب. اصلا نگران افراسیاب نباش که افراسیاب بخواد بیاد به کمک پیران، تو کارتو انجام بده. و اینجا ما تسلط خسرو رو داریم بر میدان جنگ، با اینکه خودش در میدان جنگ حضور نداره. اینجا کار نیروهای اطلاعاتی بسیار مهم میشه، چون یک پادشاه، عرض کردم در قسمت‌های پیشینم عرض کرده بودم، یک کشور به نیروی قوی اطلاعاتی نیاز داره، به کارآگهان نیاز داره به اصطلاح، که بتونن اخبار رو سریع برای پادشاه بیارن. اینجا متوجه هست کیخسرو که سپاه پیران دیگه اونچنان زور و قوت و بازویی نداره، مخصوصا اینکه هومان و نستیهن 2 بزرگ پیران از بین رفتن، 2 پهلوان پیران از بین رفتن. و به گودرز میگه که هیچ نگران نباش و اگر خواست جنگی بکنه، اگر خواست در جنگ شرکت بکنه، برو به جنگش و تو شکستش میدی. و من گمان میکنم زمانی که به شما برسم کار پیران دیگه تموم شده. همیدون گمانم که من چون زرا به تنگ سپاه اندر آرم سپاه، بر ایشان شما رانده باشید کام، به خورشید تابان برآورده نام. بلافاصله توسو فرا میخونه، بلافاصله توسو فرا میخونه و بهش دستور میده که راه بیفت، شما راه بیفت، برو به سمت اشکش. از اون طرف این نامه هم که میده به هجیر که هجیر ببره برای گودرز. بعد از اینکه این کارا رو انجام میده، توسو راهی میکنه، هجیر هم راهی میکنه که نامه رو ببره، میاد با وزیر خودش یک مشورتی میکنه و میگه که اگر که افراسیاب 1% بخواد از آب عبور بکنه و بیاد به سمت لشکر گودرز، به احتمال زیاد لشکر گودرز نمیتونه جلوی افراسیاب بیسته، پس بهتره که خودم هم راه بیفتم و زودتر برم به سمت لشکر گودرز. تبیره برآمد ز درگاه توس، خروشیدن نای رویین و کوس. سپاه و سپهبد برفتن گرفت، زمی سن به اسبان نهفتن گرفت. تو گفتی که خورشید گردان به پای، نماند از نهیب سواران به جای. 2 هفته همی رفت از آن سان سپاه، شده روشنایی ز خورشید و ماه. پراکنده بر گرد گیتی خبر، به جنبیدن شاه پیروزگر. چو توس از در شاه ایران برفت، سبک شاه رفتن بسیچید تفت. ابا 10,000 گزیده سوار، همه شیر مرد و همه نامدار. به نزدیک گودرز بنهاد روی، ابا نامداران پرخاشجوی. ابا پیل و با کوس و با فرهی، ابا تاج و با تخت شاهنشهی.
هجیر آمد از پیش خسرو دمان، گرازان و خندان و دل شادمان. ابا خلعت خوب و با خرمی، تو گفتی همی برنوردد زمی. چون آمد به نزدیک پرده سرای، برآمد خروشیدن کرنای. پذیره شدندش سران سر به سر، زمی پر ز بالا هوا پر ز زر. چو خیزد به چرخ اندرون داوری، ز ماه و ز ناهید و از مشتری. بیا راست لشکر چو چشم خروس، ابا زنگ زرین و پیلان و کوس. چون آمد بر نامور پهلوان، بگفت آنچه دید از شه خسروان. نوازیدن شاه و پیوند اوی، همی گفت آزادی و پند اوی. که چون بر سپه برگزیده است مهر، چگونه ز پیغام بگشاد چهر. پس آن نامه شهریار جهان، به گودرز زاد و درود مهان. نوازیدن شاه بشنید از اوی، بمالید بر نامه بر چشم و روی. چو بگشاد مهرش به خواننده داد، سخنها برو کرد خواننده یاد. سپهدار بر شاه کرد آفرین، به فرمان ببوسید روی زمین. ببود آن شب و رای زد با پسر، به شبگیر بنشست و بگشاد در. همه نامداران لشکر پگاه، برفتند بر سر نهاده کلاه. پس آن نامه شاه فرخ هجیر، بیاورد و بنهاد پیش دبیر. دبیر آن زمان پند و فرمان شاه، ز نامه همی خواند پیش سپاه. سپهدار روزیدهان را بخواند، به دیوان دینار دادن نشاند. از اسبان گله هرچه بودش به کوه، به لشکرگه آورد یک سر گروه. در گنج دینار و تیغ و کمر، همان مایه ور جوشن و خود زر. به روزیدهان داد یک سر کلید، چون آمد گه نام جستن پدید. برافشان بر لشکران خواسته، سوار و پیاده شد آراسته. یکی لشکری گشت بر سان کوه، زمین از پی بادپایان ستوه. دل نره شیران از ایشان ببیم، همه غرقه در آهن و زر و سیم. بفرمودشان جنگ را ساختن، دل و گوش دادن به کین آختن. برفتند پیش سپهبد گروه، برانبوه لشکر به کردار کوه. بدیشان نگه کرد سالار مرد، زمین تیره دید آسمان لاژورد. چنین گفت که از گاه جم برین، نیاراست یک رزمگه کس چنین. به دست و سلیح و به سیم و به زر، به پیلان جنگی و شیران نر. اگر یار باشد جهان آفرین، نپیچم از ای در عنان تا به چین. چو بنشست فرزانگان را بخواند، ابا نامداران به رامش نشاند. همی خورد شادی کنان دل به جای، همی با یلان جنگ را کرد رای. به پیران رسید آگهی زین سخن، که سالار ایران چه افکند بن. از آن آگهی شد دلش پر نهیب، سوی چاره برگشت و بند و فریب. ز دستور فرخنده رای آنگهی، بجستن درین کینه جستن رهی. خیلی خوب، یه مرور بکنیم با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقی افتاد. خب توس که از اون طرف راه میفته میره به سمت اشکش، خود شاه هم با 10,000 سوار دارن آماده میشن که راه بیفتن بیان به سمت گودرز. حالا از این طرف عالی جناب فردوسی میره سراغ هجیر، که هجیر بلا فاصله میرسه نزد پدرش دیگه، سری میتازه که برسه به سمت پدرش. میاد و نامه رو به گودرز میده. خب یه پذیرایی هم از هجیر انجام میشه، به هر حال از سمت شاه اومده، نامه شاه همراهشه. یک پذیرایی هم انجام میشه اونجا از هجیر. و وقتی که نامه شاه رو میده به گودرز، گودرز بوسه‌ای به نامه شاه میذاره و میذارتش روی چشمش. دقت بکنید توی این بیت میگه نوازیدن شاه بشنید از اوی، بمالید بر نامه بر چشم و روی. نامه شاه رو چشم و سر آدم جا داره، نامه رو میذاره روی صورتش و بعد دستور میده که نامه رو بخونن براش. خب این نامه رو میخونن و خیلی خوشحال میشه از این موضوع، از اطلاعاتی که خسرو بهش داده بود و از این بند نوازی خسرو بسیار خوشحال میشه. و بعد از اون یه مدت با پسرانش تا هنگام شب شروع میکنه گفتگو کردن و صحبت کردن و فردای اون روز نامه رو جلوی تمام بزرگان میخونه، جلوی تمام فرماندهان ارتش دستور میده که این نامه خونده بشه و بعد میاد شروع میکنه به روزی دادن. منظور اینه که اسبان، گنج، مال، دارایی هرچی هست به سپاهیانش میده که سپاهیانش قوت و دل بگیرن، چون سپاه با پول و ارتش آماده میشه دیگه. هر چقدر که شما بیشتر هوای ارتشتون رو داشته باشید، از لحاظ مال و دارایی بیشتر هواشون داشته باشید، خب این ارتش قوی‌تر و جدی‌تر در جنگ ها حاضر میشه دیگه. این کار که انجام میشه، سپاهش هم آراسته میکنه. اون شبم یک مقدار در آرامش هستن، یک مقدار شادی میکنن و وقتی که میاد سپاه خودشو میبینه، ببینید چقدر زیبا میگه.
بدیشان نگه کرد سالار مرد، زمین تیره دید آسمان لاژورد. چنین گفت کس گاه جم برین، نیاراست یک رزمگه کس چنین. به دست و سلیح و به سیم و به زر، به پیلان جنگی و شیران نر. اگر یار باشد جهان آفرین، نپیچم از ایدر انان تا به چین. سپاهش یکسر آراسته است از نقره و طلا و تمام این اسبان و فیلان جنگی و همه آمادن که لشکر بره به سمت پیران. از اون طرف پیران وقتی که این صحنه رو میبینه، سفارای ایران رو میبینه که گودرز چی کار داره انجام میده، ناگهان به دلش آشوبی میفته و میخواد که یک بند و فریبی ایجاد بکنه، یک سیاستی بورزه، شاید بتونه از این کین جستن رهایی پیدا بکنه. ادامه بدیم با هم دیگه. یکی نامه فرمود پس تا دبیر، نویسد سوی پهلوان ناگزیر. سر نامه کرد آفرین بزرگ، به یزدان پناهش ز دیو سترگ. دگر گفت کز کردگار جهان، بخواهم همی آشکار و نهان. مگر که از میان دروی سپاه، جهاندار بردارد این کینگاه. اگر تو که گودرز آن خواستی، که گیتی به کینه بیاراستی. برآمد ز کینه همه کام تو، چه گویی چه آید سرانجام تو. نگه کن که چند از دلیران من، ز خویشان نزدیک و شیران من. تن بی سرانشان فکندی به خاک، ز یزدان نداری همی ترس و باک. ز مهر و خرد روی برتافتی، کنون آنکه جستی همه یافتی. گه آمد که گردی از این کینه سیر، به خون ریختن بر نباشی دلیر. نگه کن که از ایران و توران سوار، چه مایه تبه شد بدین روزگار. گه آمد که بخشایش آید تو را، ز کین جستن آسایش آید تو را. به کین جستن مرده ناپدید، سر زندگان را چه باید برید. اگر باز ناید شده روزگار، بگیتی در این تخمه کینه مکار. روانت مرنجان و مگذار تن، ز خون ریختن باز کش خویشتن. پس از مرگ نفرین بود بر کسی، که از او نام زشتی بماند بسی. هر آنگه که موی سیه شد سپید، به بودن نماند فراوان امید. بترسم که گر بار دیگر سپاه، به جنگ اندر آید بر این کینگاه. نبینی ز هر دو سپه کس به پای، ببرد روان کینه ماند به جای. وزان پس که داند که پیروز کیست، نگون بخت گر گیتی افروز کیست. اریدونک پیکار و خون ریختن، بر این رزمگه با من آویختن. که از اینسان همی جنگ شیران کنی، همی از پی شهر ایران کنی. بگو تا من اکنون همان در شتاب، نوندی فرستم به دفراسیاب. بدان تا بفرمایدم تا زمین، ببخشیم و پس بر نوردیم کین. چون به گاه منوچهر شاه، به بخشش همی داشت گیتی نگاه. هر آن شهر که از مرز ایران نهی، بگو تا کنی مجد ترکان تهی. ز آباد و ویران همه بوم و بر، که فرمود کیخسرو دادگر. از ایران به کوه اندر آییم نخست، در قرچگان از بر بوم توست. دگر طالقان شهر تا پاریاب، همیدون رو از بلخ تا اندراب. دگر پنجهیر آید و بامیان، در مرز ایران و جای کیان. دگر گوزگانان فرخنده جای، نهاده است نامش جهان کدخدای. دگر مولتان آید و بخششان، همین است از این پادشاهی نشان. فروتر دگر دشت آموی و زم، که با شهر ختلان در آید به رم. چو شکنان و چون ترمز و دیس گرد، بخارا و شهری که ازش بگرد. همیدون برو تا در سوغد نیز، بجوید کسان پادشاهی به نیز. از آن سو که شد رستم نیو سوز، سپارم بدو لشکر نیم روز. ز کوه و ز هامون بخواهم سپاه، سوی باختر برگشاییم راه. بپردازم این تا در هندوان، نداریم تاریک از این پس روان. ز کشمیر و از کاول و قندهار، روارو سوی هند و همزین شمار. و آن سو که لهراس شد جنگجوی، الانان و قزدش سپارم بدوی. از این مرز پیوسته تا کوه قاف، به خسرو سپاریم بی جنگ و لاف. و آن سو که اشکش بشد همچنین، بپردازم اکنون سراسر زمین. و آن پس که این کرده باشم همه، ز هر سو بر خویش خوانم رمه. به سوگند پیمان کنم پیش تو، که از آن پس نباشم بداندیش تو. بدانی که ما راستی خواستیم، به مهر و وفا دل بیاراستیم. سوی شاه ترکان فرستم خبر، که ما را ز کینه بپیچید سر. همیدون تو نزدیک خسرو به مهر، یکی نامه بنویس و بنمای چهر. چنین از ره مهر پیکار من، ز خون ریختن با تو گفتار من. چو پیمان همه کرده باشی تو راست، ز من خواسته هرچه خسرو بخواست. فرستم همه سر به سر نزد شاه، در کین ببندد مگر بر سپاه. و آن پس که این کرده باشیم نیز، گروگان فرستاده و داده چیز. بپیوندم از مهر و آیین و دین، بدوزم به دست وفا چشم کین.
که بگسست هنگام شاه بزرگ، ز بدگوهر تور و سلم سترگ. فریدون که از درد سرگشته شد، کجا ایرج نامور کشته شد. ز من هرچه باید ز نیکی بخواه، وزان پس بر این نامه کن نزد شاه. نباید که از این چرب گفتار من، گمانی به سوسی برد انجمن. که من جز به مهری نگویم همی، سرانجام نیکی بجویم همی. مرا گنج و هم کام از آن تو بیش، به مردانگی نام از آن تو بیش. ولیکن بدین کینه انگیختن، به بیداد هر جای خون ریختن. بسوزد همی بر سپه بر دلم، بکوشم که کین از میان بگسلم. و دیگر که از کردگار جهان، بترسم همی آشکار و نهان. که نپسندد از ما بدی کردگار، گزافه نبردارد این روزگار. اگر سر به بیچیز گفتار من، بجویی همی ژرف پیکار من. گنهکار داری مرا بی گناه، نخواهی به گفتار کردن نگاه. کجا داد و بیداد از تو یکیست، جز از کینه گستردنت رای نیست. گزین کن ز گردان ایران سران، کسی کو گراید به گرز گران. همیدون من از لشکر خیش مرد، گزینم چو باید ز بهر نبرد. همه یک به دیگر فراز آوریم، سران را سوی کارزار آوریم. همیدون من و تو به آوردگاه، بگردیم یک با دگر کینه خواه. مگر بی گناهان ز خون ریختن، به داسایش آیند از آویختن. کسی کش گنهکار داری همی، وزو بر دل آزار داری همی. به پیش تو آرم به روز نبرد، بباید پیمان یکی نیز کرد. که بر ما تو گر دست یابی به خون، شود بخت گردان ترکان نگون. نیازاری از بن سپاه مرا، نسوزی برو بوم و گاه مرا. گذرشان دهی تا به توران شوند، کمین را نسازی بر ایشان کمند. وگر من بوم بر تو پیروزگر، دهد مرمرا اختر نیک بر. نسازم به دیرانیان بر کمین، نگیریم خشم و نجوییم کین. سوی شهر ایران دهم راهشان، گذارم یکایک سوی شاهشان. از ایشان نگردد یکی کاسته، شوند ایمن از جان و از خواسته. وریدون زینسان نجویی نبرد، دگرگونه خواهی همی کار کرد. برانبوه جویی همی کارزار، سپه را سراسر به جنگ اندر آر. هر آن خون که آید به کین ریخته، تو باشی بدان گیتی آویخته. ببست از بر نامه مربند را، بخواندان گرانمایه فرزند را. پسر بود مرو را سر انجمن، یکی نام رویین تن. بخواندش که نزدیک گودرز شو، سخن گوی هوشیار و پاسخ شنو. چو رویین برفت از در نامور، فرستاده با 10 سوار دگر. بیامد خردمند روشن روان، دمان تا سراپرده پهلوان. چو رویین پیران به درگه رسید، سوی پهلوان سپه کس دوید. فرستاده را خواند پس پهلوان، همان چون ز پرده در آمد جوان. بیامد چو گودرز را دید، دست بکش کرد و سر پیش بنهاد پست. سپهدار برجست او را چو دود، به داغوش تنگ اندر آورد زود. ز پیران بپرسید و از لشکرش، ز گردان از شاه و از کشورش. خردمند رویین سبک نامه پیش، بیاورد و بگزارد پیغام خیش. دبیر آمد و نامه برخواند زود، به گودرز گفت آنچه در نامه بود. چون نامه به گودرز برخواندند، همه نامداران فرو ماندند. ز بس چرب گفتار و از پند خوب، نمودن به دور راه و پیوند خوب. خردمند پیران که در نامه یاد، چه آورد و از پند نیکو چه داد. به رویین چنین گفت پس پهلوان، که ای پور سالار فرخ جوان. تو مهمان ما بود باید نخست، پس این پاسخ نامه باید جست. سراپرده‌ای نو بپرداختند، نشستنگهی خسروی ساختند. به دیبای رومی بیاراستند، خورش ها و رامشگران خواستند. به 1 هفته گودرز با رود و می، همین نامه را پاسخ افکند پی. ز بالا چو خورشید گیتی فروز، بگشتی سپهبد گه نیم روز. می و رود و مجلس بیاراستی، فرستاده را پیش درخواستی. چو 1 هفته بگذاشت 8م پگاه، نویسنده را خواند سالار شاه. بفرمود تا نامه پاسخ نوشت، درختی ز کینه به نوی بکشت. خیلی خوب، مرور بکنیم با هم دیگه. اتفاقات جالبی افتاد. وقتی که پیران متوجه میشه که گودرز چجوری صف آرایی کرده و هر لحظه ممکنه بهشون حمله بکنه، میاد و یه کاری انجام میده. نامه‌ای مینویسه برای گودرز. خب طبق معمول اول از همه درود و نام یاد خداوند، پناه بردن از دیو به خداوند و شروع میکنه توضیح دادن. میگه که تموم شد، اتفاقات تموم شده. تو کینه‌خواهی میخواستی بکنی، کینه‌خواهی تو کردی. میخواستی سر ببری، سرتو بریدی. دیگه از کی میخوای کینه‌خواهی بکنی؟ منظور هومان و نصیحن هستن دیگه. میگه تو اینا رو میخواستی بکشی، کشتی. تموم شد.
تن بی سرانشان فکندی به خاک، ز یزدان نداری همی ترس و باک؟ تو که اونا رو کشتی. میگه از خداوند ترس نداری، میگه از خدا نمی ترسی، باکی از خداوند نداری. چرا از مهر و خرد داری روی برمیتابی؟ بس دیگه، این کینت تو به جا آوردی، تموم شد دیگه، خون نریز. نگاه کن چه روزگاری گذشته، نگاه کن این جنگی که ما کردیم، چه تعداد ایرانی چه تعداد تورانی کشته شد. الان دیگه وقت بخشایشه، ببخش، تمومش کن این کینه جستنو. به کین جستن مرده‌ای ناپدید سر زندگان را چه باید برید؟ این دنیا تموم میشه، این دنیا بر ما میگذره و ما باید جوابگو اعمالمون باشیم. ما موهامون دیگه سفید شده، زیاد توی این دنیا دیگه نمیمونیم. بترسم که گر بار دیگر سپاه به جنگ اندر آید بر این کینه‌گاه، نبینی زرد و سپه کس به پای، ببرد روان کینه ماند به جای. من از این میترسم که بار دیگر که دوتا سپاه ما بخورن به هم دیگه، هیچ کس در این دشت نبرد باقی نمونه. و تو از کجا میدونی که ایرانی ها پیروز میشن؟ تو از کجا میدونی که پیروز کیه، نگون بخت کیه؟ ببین، من میتونم یه کاری هم انجام بدم. من میتونم یک پیکی رو بفرستم سمت افراسیاب، تمام مناطقی که دست ما هست و ما به شما برگردیم به همون مرزهایی که زمان منوچهرشاه بود. و بعد توضیح هم میده پیران، میگه که از اینجا برو تا مثلا هندوستان، از این طرف طالقان شهر و باریاب و پنجشیر و بامیان و تمام این مرزها رو من به شما میدم، میبخشم مرزها رو. دیگر گوزگانان فرخنده جای، نهاده است نامش جهان کد خدای. دیگر مولتان آید و بدخشان، این بدخشان همون بدخشانه، میگه شهرهای مولتان و بدخشان و تمام اینا رو من پس میدم. اینایی که ما جنگ داریم سرش و همه رو من پس میدم به شما. دشت آموی و شهر زم و ختلان و تمام این مناطق رو بهتون پس میدم. اون سمتی هم که رستم سپاهشو برده، من سپاهمو برمیگردونم بیاد عقب که بگیره، اون شهرها رو هم بگیره. اون سمتی هم که لهراسپ رفته، اونجا هم برای خودتون، تا کوه قاف و تمام اون مناطق برای خودتون. مناطقی که اشکش اومده سمتش، اینجا هم میدم به شما. وزان پس که این کرده باشم همه، زهر سو بر خیش خوانم رمه. به سوگند پیمان کنم پیش تو، که از آن پس نباشم بداندیش تو. وقتی هم که این مناطق رو تحویل شما دادم، من سوگند یاد میکنم که دیگه بداندیش و پیمان شکن نباشم. سوی شاه ترکانم من خبری میفرستم که آقا جون، من دیگه به جنگ ایرانی ها نمیرم. سوی شاه ترکان فرستم خبر، که ما را ز کینه بپیچید سر. آقا کینه ما دیگه نداریم از این ایرانیا. منظور اینه که دیگه به جنگ ایرانی ها نمیام، من و اطرافیانم و خاندانم و لشکرم. تو هم یه نامه‌ای به سمت خسرو بفرست، بهش بگو که من چقدر مهربانی دارم میکنم، چقدر من از در سخاوت و مهربانی در اومدم. اگر که با منم پیمان بکنه، هر چیزی که بخواد بهش میدم. چو پیمان همه کرده باشی تو راست، ز من خواسته هرچه خسرو بخواست. فرستم همه سر به سر نزد شاه، در کین ببندد مگر بر سپاه. هر چیزی که خسرو بخواد براش میفرستم، شاید که دیگه کینه ای از ما نداشته باشه. گروگانم براش میفرستم، گروگانم برای شاه میفرستم. و این مشکل از زمان تور و سن به وجود اومده. فریدون پر از داغ و درد شد و ایرج کشته شد و این مشکلات به وجود اومد. نباید از این خوب گفتار من، از این مهربانی من شما عبور بکنید، گذر بکنید، که من جز به مهری نگویم همی، سرانجام نیکی بجویم همی. من جز از مهربانی هیچ چیزی ندارم. و بعد اضافه میکنه، میگه که من گنج و مال و داراییم از تو به مراتب بیشتره، مقامم هم از تو بالاتره، جنگاوری و مردانگیم هم از تو بیشتره. ولیکن بدین کینه انگیختن، به بیداد هر جای خون ریختن، بسوزد همی بر سپه بر دلم. بکوشم که کین از میان بگسلم. با این که مردانگی، جنگاوری، پول و مال و دارایی و جایگاه هم همه چیزم از تو بالاتره، تمام تلاشمو میکنم که بیداد جنگی رو شروع نکنم، کینه رو تموم بکنم. من دلم به حال سپاهیان میسوزه. علاوه بر اون خداوندم از ما خوشش نمیاد و من از خدا میترسم که این بدی، این جنگی که بخواد شروع بشه، خداوند بر ما خشم بگیره که نپسندد از ما بدی کردگار، گزافه نبردارد این روزگار. باشه، هیچ کدوم از اینا رو نمیخوای؟ گناهکار منو میدونی؟ این صحبتای منم قبول نداری؟ کجا داد و بیداد از تو یکیست، جز از کینه گستردنت رای نیست. گزین کن ز گردان ایران سران، کسی کو گراید به گرز گران. میگه هیچ کدوم از این صحبتایی که من کردم و قبول نداری؟ به بیداد میخوای کار انجام بدی؟ باشه،
یه تعداد از پهلوانا رو انتخاب بکن، منم یه تعداد انتخاب میکنم و با هم دیگه میجنگیم، من و تو و تعداد پهلوانامون. مگر بیگناهان ز خون ریختن به داسایش آیند از آویختن؟ این افراد دیگه، سپاهیان دیگه زیر دستان ما که اینا گناهکار نیستن که بیگناهن. تو جنگت با منه اگه هر کدوم از این حرفایی هم که زدم قبول نداری. هر کدومو که گناهکار میدونی از این سپاهیان ما، از این پهلوانان ما، تو بگو، من اینو در روز نبرد پیش تو میارم. در روز نبرد پیش تو میارم که نبرد با هم دیگه داشته باشی. به شرطی که اگر که ما کشته شدیم، من از بین رفتم و پهلوانانم از بین رفت، تو دیگه به لشکر من ظلم و ستم نکنی و به اینا اجازه بدی که برگردن. منم از اون طرف اگر که تو کشته شدی و پهلوانات کشته شدن، اجازه میدم که ایرانی‌ها برگردن برن سمت شاهشون. از اون طرف اگر که اینم باز قبول نداری، آقا جنگ انبوه رو شروع بکن. جنگ انبوه تو شروع بکن. ولی بدون هر خونی که در این کارزار ریخته بشه مقصرش تویی. هر آن خون که آید بکین ریخته، تو باشی بدان گیتی آویخته. و بعد از اون میاد نامه رو مهر میکنه و میده به پسر خودش رویین که این نامه رو ببره به سمت گودرز. اگر دقت کرده باشید متوجه میشید که پیران چی کار کرد داخل این نامه. اولندش که از یک موضع قدرتی حرف زد، دوماً تمام تقصیرها رو انداخت گردن گودرز، سوماً گناهان کشته شدگان هم انداخت گردن گودرز. یعنی کاملا نامه سیاستمدارانه برای گودرز نوشت. ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. این نامه میاد از طریق رویین به دست گودرز میرسه. خب گودرز بلافاصله رویین رو که میبینه، رویین احترامی به گودرز میذاره و گودرز هم بغلش میکنه. به هر حال پسر پیرانه، بسیار بسیار فرد والا مقامیه. این رویین بغلش میکنه، چاکرم مخلصم و این روابط دیپلماتیک. و بعد از اون نامه رو میخونن. نامه رو که میخونن جلوی این بزرگان، جلوی فرماندهان و بزرگان ارتش گودرز، همشون خیره میمونن از این نامه خوبی که پیران نوشته بود. و دقیقاً پیران میخواست به همین نتیجه برسه که یک شکستی در دل ارتش ایران درست بکنه. بسیار نامه بظاهر پندآمیز و نیکویی این نامه. اما ما از جوابهای گودرز متوجه میشیم که گودرز چقدر خردمندانه و سیاستمدارانه سیاسی که پیران میخواسته انجام بده رو آشکار میکنه. گودرز رو به رویین میکنه، میگه که آقا جان شما یه هفته‌ای مهمان ما باشید، استراحت بکنید، من این نامه رو مینویسم و شما این نامه رو روز 8 ببرید به سمت پیران. و حالا بخونیم ببینیم که گودرز جواب نامه پیران رو چگونه میده. سر نامه کرد آفرین از نخست، دگر پاسخ آورد یک یک درست. که برخواندم این نامه را سر به سر، شنیدیم گفتار تو در به در. رسانید رویین بر ما پیام، یکایک همه هرچه بردی تو نام. ولیکن شگفت آید از کار تو، مرا زین چنین چرب گفتار تو. دلت با زبان هیچ همسایه نیست، روان تو را از خرد مایه نیست. به هر جای چربی به کار آوری، چنین بر سخن بر نگار آوری. کسی را که از بن نباشد خرد، گمان بر تو بر مهربانی برد. چو شور زمینی که از دور آب نماید، چو تابد بر او آفتاب. ولیکن نگاه فریب است و بند، که هنگام گرز و سنان و کمند. مرا با تو جز کین و پیکار نیست، گه پاسخ و روز گفتار نیست. نگر تا چه سان گردد اکنون سپهر، نجای فریب است و پیوند و مهر. کرا داد خواهد جهاندار زور، کرا بردهد بخت پیروز هور. ولیکن بر این گفته پاسخ شنو، خرد یار کن بخت را پیش رو. نخست آنکه گفتی من از مهر تیز، ز یزدان از گردش رستخیز. نخواهم که آید مرا پیش جنگ، دلم گشت از این کار بیداد تنگ. دلت با زبان آشنایی نداشت، بدانگه که این گفته بر لب گماشت. که گر داد بودی به دلت اندرون، تو را پیش دستی نبودی بخون. که آغاز کار اندر آمد نخست، نبودی بخون ریختن هیچ سست. نخستین که آمد به پیش تو گیو، از ایران هوشیوار گردان نیو. بسازیده مر جنگ را لشکری، ز کشور دمان تا در کشوری. تو کردی همه جنگ را دست پیش، سپه را تو برکندی از جای خیش. خرد که از پس آمد ز پیش آمدی، به فرجامت آرام بیش آمدی.
ولیکن سرشت بد و خوی بد تو را بگذراند ز راه خرد. بدی خود بدین تخمه در گوهر است، به مهر بد این گوهر اندر خور است. شنیدی که بر ایرج نیکبخت، چه آمد ز تور از پی تاج و تخت؟ چون از تور و سلمن در آمد زمین، سراسر بگسترد بیداد و کین. فریدون که از درد دل روز و شب، گشادی بر ایشان به نفرین دو لب. به یاری دادار نیکی دهش، همش مهر دل بود و هم پرورش. به دفراسیاب آمد آن مهر بد، از آن نامداران اندک خرد. ز سر با منوچهر نوکین نهاد، همیدون ابا نوذر و کیقباد. به کاووس خود کرد نیز آن که کرد، برآورد از ایران آباد گرد. وزان پس به خون سیاوخش باز، فکند این چون این کینه نودراز. نیامد بدانگه تو را داد یاد، که بر بیگنه جان شیرین بداد. چه مایه بزرگان که از تخت و گاه، از ایران شدندن در این کین تباه. و دیگر که گفتی که با پیر سر، به خون ریختن کس نبندد کمر. بدان ای جهان دیده پرفریب، به هر کار دیده فراز و نشیب. که یزدان مرا زندگانی دراز، بدان داد با بخت گردن فراز. که بر شهر توران به روز نبرد، ز کینه برآرم به خورشید گرد. به ترسم همی زان که یزدان من، ز تن بگسلاند مگر جان من. من این کینه را ناوریده به جای، بر و بومشان ناسپرده به پای. سه دیگر که گفتی ز یزدان پاک، نبینم به دلتن درون ترس و باک. ندانی که از این خیر خون ریختن، گرفتار گردد به فرجام تن. من اکنون بدین چرب گفتار تو، اگر باز گردم ز پیکار تو. به هنگام پرسش ز من کردگار، بپرسد از این گردش روزگار. که سالاری و گنج و مردانگی، تو را دادم و زور و فرزانگی. به کین سیاوش کمر برمیان، نبستی چرا پیش ایرانیان؟ به 70 خون گرامی پسر، بپرسد ز من داور دادگر. ز پاسخ به پیش جهان آفرین چه گویم؟ چرا بازگشتم ز کین؟ ز کار سیاوش چهارم سخن، که افکندی ای پیر سالار بن. که گفتی ز بهر تنی گشت خاک، نشاید ستد زنده را جان پاک. تو بشناس کین زشت کردارها، به دل در زهر گونه آزارها. که با شهر ایران شما کرده اید، چه مایه کیان را بیازرده اید. چه پیمان شکستن چه کین ساختن، همیشه به سوی بدی تاختن. چو یاد آیدان چون کنم آشتی، که نیکی سراسر بدی گاشتی. به پنجم که گفتی که پیمان کنم، ز توران سران را گروگان کنم. به نزدیک خسرو فرستیم گنج، ببندیم برخیشتن راه رنج. بدان ای نگهدار توران سپاه، که فرمان جز این است ما را ز شاه. مرا جنگ فرمود و آویختن، به کین سیاوخش خون ریختن. چو فرمان خسرو نیارم به جای، روان شرم دارد ز گیتی خدای. بر امید داری که خسرو به مهر، گشاید بر این گفته های تو چهر. گروگان این خواسته هرچه هست، چو لحاک و رویین خسرو پرست. گسی کن به زودی به نزدیک شاه، سوی شهر ایران گشاده است راه. ششم شهر ایران که کردی تو یاد، بر و بوم آباد و فرخ نهاد. سپاریم گفتی به خسرو همه، بر خویش خوانم یکایک رمه. تو را کرد یزدان از این بی نیاز، گراگه شوی تا گشاییم راز. سوی باختر تا به مرز خزر، همه گشت لهراس را سر به سر. سوی نیمروز اندرون تا به سند، جهان شد به کردار رومی پرند. تهم نیو رستم ابا تیغ تیز، برآورد از ایشان دم رستخیز. سر هندوان با درفش سیاه، فرستاد رستم به نزدیک شاه. دهستان و خوارزم آن بوم و بر، که ترکان برآورده بودند سر. بیابان از ایشان بپرداختند، کز آن سو همی تاختن ساختند. ببارید بر شیده اشکش تگرگ، فراز آوریدش به نزدیک مرگ. اسیران از خواسته چند چیز، فرستاد نزدیک خسرو بنیز. وزین سو من و تو به جنگ اندریم، بدین مرکز نام و ننگ اندریم. به یک چند دیدی مگر دست برد، از این نامداران و شیران گرد. اریدونک روی اندر آری به روی، رهانم تو را زین همه گفتگوی. به نیروی یزدان و فرمان شاه، به خون غرقه گردانم این رزمگاه. تو ای نامور پهلوان سپاه، نگه کن بدین گردش هور و ماه. که بند سپهری فراز آمده است، سر بخت ترکان به گاز آمده است. نگر تازه کردار بدگوهرت، چه آورد جهان آفرین بر سرت. زمانه ز بد دامن اندر کشید، مکافات بد را بد آمد پدید.
تو بندیش هوشیار و بگشای گوش، حدیث از خردمند مردم نیوش. بدان کین چنین لشکر نامدار، سواران شمشیرزن 100,000، همه نامجوی و همه کینه خواه، به دفسون نگردند از این رزمگاه. زمانه برآمد به 7م سخن، فکندن وفا را به سوگند بن. به پیمان مرا با تو گفتار نیست، خرد را روانت خریدار نیست. ازیرا که با هر که پیمان کنی، وفا را به فرجام هم بشکنی. به سوگند تو شد سیاوش به باد، به گفتار کس بر تو ایمن مباد. نبودیش فریاد رس روز درد، چه مایه به سختی تو را یاد کرد. به 8م که گفتی مرا تاج تخت، از آن تو بیش است و مردی و بخت. همیدون فزونم به مردان و گنج، ولیکن دلم راز مهر است رنج. من ایدون گمانم که تا این زمان، به جنگ آزمودی مرا بی گمان. گرم بی هنر یافتی روز کین، تو دانی کنون بازم از نو ببین. به فرجام گفتی ز مردان مرد، تنی چند بگزین ز بهر نبرد. من از لشکر ترک همزین نشان، بیارم سواران مردم کشان. که از مهربانی که بر لشکرم، نخواهم که بیداد و کین گسترم. تو با مهربانان نهی پای پیش، که دانی نهان و دل و رای خیش. بیازارد از من جهاندار شاه، که از یکدیگر بگسلانم سپاه. و دیگر که گفتی مبارز گزین، که با من بگردد بر این دشت کین. یکی لشکری پرگنه پیش من، پرآزار از ایشان دل انجمن. نباشد ز من شاه هم داستان، که از ایشان بگردم بدین داستان. نخستین به دنبوه زخمی چکو، بباید زدن سر به سر هم گروه. میان دو لشکر 2 صف برکشید، گریدونک پیروزی آید پدید. وگرنه همین نامداران مرد، بیاریم و سازیم جای نبرد. از این گفته گر بگسلی باز دل، من از گفته خود نیم دلگسل. وریدونک با من به داوردگاه، بسنده نخواهی بودن با سپاه. سپه خواه و یاور ز سالار خیش، به ژرفین نگهدار پیکار خیش. پراکنده از لشکرت خستگان، ز خویشان نزدیک و پیوستگان. بمان تا شوند از پزشکان درست، زمان جستن اکنون بدین کار توست. تو را چند خواهی زمان و درنگ، وگر جنگ خواهی بیارای جنگ. بدان گفتم این تا به روز نبرد، به ما بر بهانه نباید کرد. که ناگاه با ما به جنگ آمدی، کمین کردی و بیدرنگ آمدی. من این کین اگر تا به 100 سالیان بخواهم، همان است و اکنون همان. از این کینه برگشتن امید نیست، شب و روز بی دیدگان را یکیست. چون این پاسخ نامه گشت اسپری، فرستاده آمد به سان پری. کمر برمیان بر سطور نوند، سواران به گردندرش نیز چند. فرود آمد از اسب رویین گرد، گوان را همه پیش گودرز برد. سپهدار فرمود تا موبدان، ز لشکر همه نامور بخردان. به زودی سوی پهلوان آمدند، خردمند و روشن روان آمدند. پس آن پاسخ نامه پیش گوان، بفرمود برخواندن پهلوان. بزرگان که از آن نامه دلپذیر، شنیدند گفتار فرخ دبیر. هوش و رای پیران تنک داشتند، همه پند او را سبک داشتند. به گودرز بر آفرین خواندند، ورا پهلوان زمین خواندند. پس آن نامه را مهر کرد و بداد، به رویین پیران ویسه نژاد. چون از پیش گودرز برخاستند، بفرمود تا خلعت آراستند. چه اسبان تازی به زرین ستام، چه افسر چه شمشیر زرین نیام. ببخشید یارانش را سیم و زر، که را در خرامد کلاه و کمر. برفت از در پهلوان با سپاه، سوی لشکرش برگرفتند راه. چو رویین به نزدیک پیران رسید، به پیش پدر شد چنان چون سزید. به نزدیک تختش فرو برد سر، جهان دیده پیران گرفتش به بر. چو بگزارد پیغام سالار شاه، بگفت آنچه دید اندر آن رزمگاه. پس آن نامه برخواند پیشش دبیر، یکایک رخ پهلوان شد چو قیر. دلش گشت پر درد و جان پر نهیب، بدانست کامد به تنگی نشیب. شکیبایی و خاموشی برگزید، نکردان سخن بر سپهبر پدید. وزان پس چنین گفت پیش سپاه، که گودرز را دل نیاید به راه. از آن خون 70 پور گزین، نیارامدش یک زمان دل ز کین. گریدونک او برگذشته سخن، به نوی همی کینه سازد ز بن. چرا من به کینه برادر کمر نبندم، نخارم بر این کینه سر. بر آن خون 900 تن نامدار، که از سر جدا شد گه کارزار. که اندر بر و بوم ترکان دگر سواری، نبندد چو هومان کمر. چون نستیهنان سرو سایه فکن، که شد ناگهان ناپدید از چمن.
و باید کنون بست ما را کمر. نمانیم به ایرانیان بوم و بر، به نیروی یزدان و شمشیر تیز، براریم از آن انجمن رستخیز. خیلی خوب، یه مرور بکنیم با هم دیگه، ببینیم که چه اتفاقی افتاد و نامه گودرز به پیران چه بود. خب میاد طبق معمول یاد و نام خداوند شروع میکنه صحبت کردن. میگه که بله، پسر شما این نامه رو برای من آورد و من بسیار شگفت زده شدم و یاران من همچنین بسیار شگفت زده شدیم از این خوب گفتار تو، این زبون چرم و گرمی که تو داری، ولی زبانت با دلت یکی نیست. تو آدم چربگویی هستی، آدم سیاستمداری هستی، اما عملی که انجام میدی برخلاف اون چیزیه که تو میگی. کسی را که از بن نباشد خرد، گمان بر تو بر مهربانی برد. هر کسی که خردی نداشته باشه، عقلی تو کلش نداشته باشه، فکر میکنه که تو داری راست میگی، گمان میکنه که تو آدم خردمند و مهربانی هستی، ولی تو مانند یک سرابی میبونی که از دور که میبینه آدم فکر میکنه آب اونجا، ولی الان دیگه جای فریب و بند و اینا نیست، الان جای گرز و شمشیر و کمنده. من هیچ آشتی با تو ندارم، هیچ آشتی با تو ندارم. مرا با تو جز کین و پیکار نیست، گه پاسخ و روز گفتار نیست. این صحبت ها دیگه تموم شده، باش تا ببینیم که روزگار چرخش ایام به سود کی میگرده. ولی بهتر بود که من جواب تو بدم، به خاطر همین دارم این کار رو انجام میدم. ولی کن بر این گفته پاسخ شنو، خرد یار کن بخت را پیش رو. و حالا گودرز شروع میکنه یکی یکی پیران در اون نامه به گودرز داده بود و گودرز جوابش میده. اول از همه میگه که اون مهری که تو داشتی، میگه که من خیلی مهربانم و جنگ نمیخوام کنم و این حرفا، تو بودی که اول از همه جنگو شروع کردی، تو بودی که حمله کردی، نه من. تو میگی که من خیلی آدم مهربونیم، خیلی آدم درست حسابیم، خب بعد چرا جنگو شروع کردی؟ تو کردی همه جنگ را دست پیش، سپه را تو برکندی از جای خیش. حالا که شکست خوردی اینجوری داری میگی؟ حالا که تو موضع ضعف قرار گرفتی اینجوری داری میگی؟ ادامه میده، میگه که مگه یادت رفته من گیو فرستادم پیش تو، من گیو پسر خودم رو با بزرگان فرستادم پیش تو، تو قبول نکردی، خواستی بجنگی. تو و تخمتون همتون بدگوهرید، تمام خاندانتون بدگوهرید، تمام این ترکان همینجورین. مگه یادت رفته؟ یادت رفته که با ایرج چی کار کرد؟ این سلم و تور یادتون رفته که با ایرج ما چی کار کردن؟ بعد از اون همون بدی، همون پستی به افراسیابم رسید. چه بدی، چه بدبختی سر نوذر و کیقوباد آورد. تا به زمان کیکاووس شما همش حمله کردید به سمت ما. ز سر با منوچهر نوکین نهاد، همیدون ابا نوذر و کیقوباد، به کاووس خود کرد زین آن که کرد، برآورد از ایران آباد گرد. این افراسیاب تمام بدی سلم و تور انگار توش جمع شد و تمام این بدبختی ها رو سر ما آورد. یادتون رفته؟ شما این کار رو انجام دادید، نه ما. چه مایه بزرگان که از تخت و گاه از ایران شدند در این کین تباه. چه تعداد از این بزرگان و پادشاهان و سپهداران و دلاوران در این جنگ ها کشته شدند. مطلب بعدی که گفتی که من پیر شدم و اینا و دیگه نمیخوام خون بریزم، اصلا خداوند این عمر رو به من داده، این عمر دراز رو به من داد که من انتقام پسرانم و سیاوش رو بگیرم. که یزدان مرا زندگانی دراز بدان داد، با بخت گردن فراز، که بر شهر توران به روز نبرد، زکینه برارم به خورشید گرد. اصلا این عمر دراز رو خداوند به من داده که من شما رو نابود کنم. من میترسم از خدای خودم که این کینه رو به جا نیورده عمرم تموم بشه. چی داری تو میگی؟ من پیر شدم دیگه جنگو بذارم کنار؟ مطلب بعدی، مطلب سوم، این که میگی که من از خدا ترس دارم یا ندارم. بله، حتما که من از خداوند ترس دارم. چطور؟ به خاطر اینکه من عمرم تموم بشه، بمیرم، برم پیش خدای خودم و خدای خودم بخواد از من بازخواست بکنه. که چی؟ که اینکه من سالار بودم، گنج داشتم، مال داشتم، ارتش داشتم، ولی کین سیاوش رو به جا نیاوردم. من اون موقع جواب خدامو چی بدم؟
به 70 خون گرامی پسر، بپرسد ز من داور دادگر، ز پاسخ به پیش جهان آفرین چه گویم؟ چرا بازگشتم ز کین؟ اگر خدا از من بپرسه من چی دارم جوابشو بدم؟ مطلب بعدی، مطلب چهارم، این که گفتی که به خاطر یه کشته‌ای، منظور اونجا سیاوش بود. اگه خاطرتون باشه گفت آقا دیگه سیاوش که رفته، منظور یه کشته‌ای گفت دیگه، گفت به خاطر یه کشته‌ای میخوای این همه سر قطع بکنی، به خاطر یه کشته‌ای این همه سر میخوای قطع کنی. و حالا اینو داره جواب میده که میگه اولندش که یه کشته‌ای نیست و سیاوشه، که گفتی ز بهر تنین گشت خاک، نشاید ستد زنده را جان پاک. این که به خاطر یه نفر که کشته شده تو میخوای جانها رو بگیری، تو بشناس کین زشت کردارها، به دل در زهر گونه آزارها، که با شهر ایران شما کرده اید، چه مایه کیان را بیازرده اید. میگه ما بعدش جنگو شروع کردیم دوباره، شما پیمان شکن بودید، خود تو باعث کشته شدن سیاوش شدی. چو یاد آیدان چون کنم آشتی، که نیکی سراسر بدی گاشتی. وقتی که من یادم میفته که شماها چه بلایی سر ایران و ایرانیان آوردید، چقدر از این شاهزادگان و شاهان و شما از بین بردید، چقدر از این سربازان دلیر ایران از بین بردید، وقتی که این مسائل یاد من میاد من چگونه آشتی بکنم؟ مطلب پنجم که گفتی پیمان میکنی که گروگان بفرستی، گنج و مال و دارایی بفرستی، خب راه که باز بفرست گسی کن به زودی به نزدیک شاه، سوی شهر ایران گشاده است را بفرست بره. چرا اینا رو داری به من میگی؟ میخوای گروگان بفرستی، گنج و مال بفرست بره. مطلب ششم، گودرز خیلی جالب در مورد این حرف میزنه، میگه که این شهرهایی که شما میگید گرفتید و میبخشید به ایرانی ها، اگر خبر نداری وایسا تا بهت بگم. این مطلبی که میگید ما شهرها رو پس میدیم، میخواید یه منتی سر ما بگذارید، تو را کرد یزدان از این بی نیاز، گر آگه شوی تا گشاییم راز. تو دیگه لازم نیست کار انجام بدی، دست در نکنه. اگه اطلاع نداری بذار من بهت بگم. سوی باختر تا به مرز خزر همه گشت، لهراس را سر به سر. تمام این مرز و لهراس گرفته، از اون طرف برو تا سمت سند، برو تا هندوستان، رستم فتح کرده. از این طرف هم که اشکش تمام خوارزمو گرفته. شما دیگه لازم نیست کاری انجام بدید. اتفاقا جنگ هایی هم کرده شده، اگه اطلاع نداری جنگ هایی هم کرده شده و افراد شیده اسیر شدن و همین الان مال و داراییشون و اسیران داره میره سمت کیخسرو. اگه خبر نداری بذار تا بهت بگم. چون پیران داشت یه همچین فریبی میداد که احیانا گودرز خبر نداشته باشه از این موضوعات و بخواد مثلا دلش گرم بشه از این موضوع که شهرهای ایرانو پس میده. و بعد گودرز میگه که فقط دیگه من و تو موندیم، فقط در این میدان جنگ من و تو موندیم و از این سو من و تو به جنگ اندریم، بدین مرکز نام و ننگ اندریم. فقط دیگه من و تو موندیم و فرمان شاه به من جنگ با تو بوده، نه آشتی با تو. زمانی که من و تو رو در رو بشیم، سپاهیانمون رو در رو بشن، مشخص میشه که بخت و اقبال با کیه. چون اگه خاطرتون باشه اونجا داشت میگفتش که اگه دو سپاه بیان به هم بخورن معلوم نیست بخت و اقبال با کیه دیگه. اینجا گودرز داره میگه که مشخص میشه به زودی که بخت و اقبال با کیه. زمانه ز بد دامن اندر کشید، مکافات بد را بد آمد پدید. شما بدی کردید و بدی هم سرتون خواهد آمد. این لشکر رو من آماده کردم، شمشیرزن 100,000 آماده کردم که بیام با تو آشتی بکنم. کور خوندی. مطلب هفتم این که تو میگی که من با تو سوگند یاد میکنم که وفادار باشم و پیمان نشکنم. و تو چرا اینقدر دروغ میگی؟ تو چرا اینقدر آدم دروغگو و پستی هستی؟ از ایرا که با هر که پیمان کنی، وفا را به فرجام هم بشکنی. هر پیمانی که تو بستی، هر کاری که کردی، آخر زدی زیرش. به سوگند تو شد سیاوش به باد. اصلا سیاوش به خاطر تو کشته شد. به سوگند تو شد سیاوش به باد، به گفتار کس بر تو ایمن مباد. تو داری میگی که من بعدش میام با تو پیمان میبندم؟ مگه تو فریادرس سیاوش بودی؟ هنگامی که داشت کشته میشد و سرشو میبریدن به بیگناه.
میگه تو پیمان نبسته بودی که از سیاوش نگهداری بکنی؟ چی شد؟ و بعد مطلب 8، این که گفتی که تاج و تخت و سپاه و گنج و مالت از من بیشتره. بسیار خوب، بسیار خوب، حق با توه، بیا بجنگی. دیدی دفعه قبل چی کار کردم؟ گرم بی هنر یافتی روزکین تو دانی کنون، بازم از نو ببین. بیا دوباره ببینیم هم دیگر رو. به فرجام گفتی ز مردان مرد تنی چند بگزین ز بحر نورد. و بعد اون مطلبی که گفتی که ما بیایم انتخاب بکنیم یک سری افراد رو با هم دیگه بجنگیم، شاه من به من همچین دستوری نداده که سپاه همو از هم گسسته بکنم. من همچین دستوری ندارم، به هیچ عنوان من سپاه همو دو تیکه نمی کنم. چرا باید همچین کاری انجام بدم؟ مطلب بعدی این که گفتی که من انتخاب بکنم از لشکر شما همشون پرگناهن. من کدومتون انتخاب بکنم؟ کدوم از یکی این لشکر تورانیان انتخاب بکنم؟ همشون گناهکارن. ما کاری که انجام میدیم زخم انبوهه، با هم دیگه میجنگیم، زخم انبوه انجام میدیم و ببینیم که پایان کار به نفع کیه. اگرم که نمیخوای جنگ بکنی، نمیخوای زخم انبوه داشته باشی، بسیار خوب، بسیار عالی، من به تو زمان میدم. اگر نمیخوای الان بجنگی، من به تو زمان میدم که این کشتگان تو، خستگان تو، اینایی که زخمی شدن رو جمع بکنی، پزشکان به دردشون برسن، لشکر تو دوباره بتونی بازیابی. از اون طرف بفرست سراغ افراسیاب، بفرست سراغ بزرگان، هرچی هم یار میخوای جمع کن بیار، با هم دیگه بجنگیم. و من این زمانم بهت میدم که دیگه نخوای به اصطلاح دبه بکنی، بخوای بگی که مثلا ما نمیدونم گودرز این کارو کرد و گودرز اون کارو کرد. این زمانم برای تو که تو بتونی یارانتو جمع بکنی، زخمیاتو مداوا بکنی و بتونی بجنگی. بدان گفتم این تا به روز نبرد، به ما بر بهانه نیاید کرد، که ناگاه با ما به جنگ آمدی، کمین کردی و بیدرنگ آمدی. من این کین اگر تا به 100 سالیان بخواهم، همان است و اکنون همان. از این کینه برگشتن امید نیست، شب و روز بی دیدگان را یکیست. اگر که 100 سال بگذره، کینه‌ای که من دارم کم نخواهد شد. زمان میخوای داشته باش، مداوا بکن، پزشکا مداوا بکنن زخمیاتونو، یار میخواید بفرست واسط بیان، ولی این جنگ انجام خواهد شد. وقتی که این نامه نوشته میشه، میانو به رویین میدن نامه رو و بزرگان لشکرم جمع میشن که ببینن که نامه گودرز چی بوده، جواب پیران چی بوده. وقتی که نامه رو میخونن، تمام بزرگان سر بر زمین میذارن و درودی میفرستن به گودرز به خاطر این هوشیاری، سیاست ورزی و خردمندی که گودرز داره. عرض کردم پیران قصد داشت که یه شکافی هم تو دل سپاه ایران بندازه دیگه، بگه که من به چه آدم خوبی هستم، چه آدم مثلا خیری و نیکویی هستم. و وقتی که گودرز اینا رو دونه دونه جواب داد، درودی میفرستند به گودرز و هوش و رای پیران تنک داشتند، همه پند او را سبک داشتند. متوجه شدن که پیران چرت و پرت داره میگه، دروغ داره میگه و به گودرز آفرینی میفرستن. نامه مهر میشه، خب به دست رویین فرستاده میشه برای پیران. از اون طرف دوباره خود گودرز میاد و کلاه و کمر و مال و دارایی و اینا میده به سپاهش که سپاهش هم آماده باشن و همراهش باشن. رویین میرسه به پیران، به پدرش، نامه رو که میده بهش و نامه برای پیران خونده میشه، اصلا رنگ از رخ پیران میپره، چون انتظار داشت این چیزایی که نوشته، سیاستی که ورزیده به کار بیاد دیگه، ولی همه این نقشش از بین رفت. پس آن نامه برخواند پیش دبیر، یکا یک رخ پهلوان شد چو قیر. اصلا رنگش سیاه میشه، رنگ پیران، و متوجه میشه که کار دیگه تمومه، کار از کار گذشته و کار دیگه تمومه. با اینکه بسیار بسیار عصبانی شده، بسیار بسیار ناراحت شده، ولی صبر و خاموشی برمیگزینه، اصلا هیچی نمیگه و بعد از یه مدت میاد پیش سپاهیانش و با سپاهیانش صحبت میکنه که بله، اگر که گودرز اینگونه بابت 70 پسرش کینه خواهی میکنه، چرا من نکنم؟ منم پسرانم و برادرانم و خاندانم از دست دادم دیگه، خب منم میخوام کینه خواهی بکنم. ما هم همین کار رو انجام میدیم. بران خون 900 تن نامدار، که از سر جدا شد گه کارزار. که اندر بر بوم ترکان دگر سواری، نبندد چو هومان کمر. چو نستیهن آن سرو سایه فکن، که شد ناگهان ناپدید از چمن.
آقا ما 900 تا از خاندانمون رو در جنگ‌های پیشین از دست دادیم، هومان و نصیحن هم که در این جنگ از دست دادیم، ما چرا کینه خواهی نکنیم؟ ما شروع میکنیم این جنگو بباید کنون بست ما را کمر، نمانیم به ایرانیان بوم و بر. دقت کردید دوستان؟ این همین فردیه که میگفتش که من آدم خوبیم، در نامه داشت مینوشت. اگر که کسانی این قسمت ها رو جدید دارن میبینن و با اخلاق پیران آشنایی ندارن، ازشون خواهش میکنم که قسمت های گذشته هم ببینن و بشنون و متوجه بشن شخصیت پیران به چه گونه است. این تا اینجای داستان. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه تونستم در خدمتتون باشم و شاهنامه بخونیم با هم دیگه. ازتون خواهش میکنم که اگر کانال همچنان سابسکرایب نکردید لطفا این کار رو انجام بدید، به دوستان خودتون هم معرفی بکنید، لایک و کامنت فراموش نشه. اگر که پرسشی بود، نقدی بود در مورد ابیات، مصرع‌ها یا هر چیز دیگه ای، لطفا برای من بنویسید. بنده در سریع ترین وقت ممکن پاسخ خواهم داد. شب و روزگارتون خوش. تا یه وقت دیگه که دوباره با هم شاهنامه بخونیم، شاد و پیروز باشید. بدرود.